سلام دوستان، امروز اومدم که آنباکس و بررسی استیم دک رو داشته باشیم. خب خیلی زود برم سراغ ویدیو. ببینید این جعبه استیم دک، این کارتونی که باهاش میاد هیچ چیز خاص دیگه ای نداره. این خود کارتون و بسته بندیه. خب خدمتتون بگم بازش که میکنید اینجوریه، با یه کاغذی مواجه میشید که اطلاعات دستگاه روش زده. از اینجا نوشته میکرو اس دی کارت میخوره. این دکمه با یه سری قابلیت ها رو انجام میده و این ورم همینطور. اینا شخصی سازی های خود استیم او اس. خدمتتون بگم پشتشم که هیچی نوشته که این آداپتور اینجا میخوره و دکمه پاور اینه. خب بعد البته من یک بار استفاده کردم دستگاه، ولی بستم آنباکسش کنم که شماها ببینین. داخل جعبه یه دونه کارتون کوچیک دیگه هستش که شارژر دستگاه توشه و هیچ اطلاعات خاصی از شارژر توش ننوشته. بازش که میکنید یک شارژر تایپ سی داخلشه با ببند چیکونی که 20 ولت، اگر تو ویدیو بیفته 20 ولت 225 آمپر، 15 ولت 3 آمپر، 9 ولت و 5 ولت ساپورت میکنه. هم که تایپ اسیه. دیگه داخل این بسته یه دونه دفترچه هستش که اطلاعات خاصی توش نوشته شده. خب هم میره کنار، میمونه خود کیفشو و خود استیم که داخلشه. ببینید حالا خیلیا میان میگن که ما استیم بسته‌بندی خوبی نذاشته، کارتونش خوشگل نیست. ببینید همین که اومده برای ما کیف گذاشته، کیف به این خوبی. همین کیف حداقل قیمتش 30-40 دلار شما باید جدا تهیه کنید. خب من پوسته کاغذی روشو برداشتم. خب میره کنار. این همین بود، دیدید چیز خاصی نداشته. میمونه خود کیف دستگاه که خیلی خوب، خیلی با کیفیت، یک کش خیلی قوی اینجا داره. میتونید به عنوان کمری اینو استفاده کنید. وقتی که شما پلم و نو میخرید، اینجا توی این زیپاش یه دونه پلم خورده که روش خورده استیم. بعد بازش کنیم. ببینید خود دستگاه بسیار طراحی زیبایی داره. میبینید خدمتتون بگم که هم تو نسخه های 512 است، داخلش سفیده. ببینید خود کنسول بسیار خوب، کیفیتش تو ویدیو بیفته واقعا کیفیت ساخته بالایی، کیفیتش خیلی بالاست. این از قسمت بالاییش، دکمه های کم و زیاد، هدفون، خروجی فن، تایپ سی، پاور. این هم از پشتش. میبینید چه کیفیت خوبی داره. این هم دستگاه. ببینید گریپ هاش هم گریپ های خیلی بزرگ و خوش دستیه. زیر دستگاه هیچی نیست. این هم درگاه تایپ سیه. البته میگم چون من قبلا باز کردم نرم افزار به ویندوز زدم، حالا بزنم روشن شه. تو ویندوزش هم یه سری نکات بهتون بگم و که دیگه مشکلی نداشته باشید. کیفش هم بزنم کنار. خب ببینید دوستان، این محیط ویندوزشه. ببینید تو محیط ویندوزه، به خوبی کار میکنه، همه چی اوکیه.
باتریتون رو نشون میده، صدا رو نشون میده. فقط برایتنسش توی محیط ویندوز خیلی درست کار نمیکنه و شما باید یه نرم افزار مکمل نصب کنید که مثل این نرم افزار ببینید خودش زیاد مچ نیستش با ویندوز. بعد برای این تاچ پدش ببینید قشنگ کار میکنه، دستگاه همه چیش خوب. خدمت شما بگم که ببینید قشنگ عکس پلی میدید، همه چی خوبه، کیفیت مناسبه. اما یه نکته دیگه این که اگر تو محیط ویندوز بخواید داخل بازی برید دکمه ها و آنالوگ ها نمیشناسه و شما باید یه نرم افزاری به این اسم نصب کنید، هند هلد کامپانیون، و روش یک با کلیک میکنید باز که شد میاد میشینه توی تسکبارتون. الان اومد، ببینید روش که بزنید میاد بالا. الان به صورت تریگر ها به عنوان ایکس باکس کنترلر شناخته. اینجا میتونید بذارید روی حالت دوال شوک کنترلر که میشه دسته پلی استیشن 4. دیگه به راحتی میتونید بازی رو اجرا کنید. اون معرفت این بازی ریمن رو میتونید اجرا کنید. ببینید جویستیک دیسیبل و جویستیک رو خب بعد منو خروج خب این آها ببینید دید کار نمیکرد جویستیک. نرم افزار من بسته بودم، این نباید بسته باشه. تو محیط ویندوز این همیشه باید باز باشه اجرا بشه. ببین این که اجرا میشه دیگه تاچ پد از کار میافته. حالا بریم داخل بازی دوباره. ببینید این دفعه دیگه جویستیک ها داره کار میکنه. اینم بازی دکمه ها ببینید کامل دیدید چقدر حالی. اینجا میاد پایین. خب ولی دیگه تو حالت ویندوز شما اون این دکمه استیم نقش دیگه بازی میکنه، فقط همینو میاره و اون آپشنایی که تو خود استیم او اس هست نیستش. اینم رو من تعریف کردم بابت تسک منیجر، هیچ چیز اضافی نمیاره. خدمتتون بگم که دیگه همین، میتونید رو ویندوز استفاده کنید ازش، اما حوصله و اعصاب میخواد، یه خورده باید وارد باشید. همه چی نرم افزار میخواد، همش خدمتتون بگم درایور میخواد، درایور صداش جدا
کارت گرافیکش جداه، اما خب دیگه تو ویندوز یه سری قابلیت ها هست که توی استیم او اس نیستش، اما خب کاریش نمیشه کرد. اینجا کیبورد اما زدیم که میتونید استفاده کنید دیگه. همین توی ویدیوی بعدی انشالله بازی پرنس آف پرشیا و لایز آف پی هم براتون پلی میدم، فریم و نحوه اجرا شدنش رو روی استیم دک ببینید. تا یه ویدیو دیگه و حمایت از ما، لایک و سابسکرایب یادتان نره.